آیا میدونین که افزایش سن و یائسگی توی خانم‌ها میتونه منجر به از دست رفتن دندونا بشه؟ توی این ویدیو قرار با هم دیگه ببینیم که چطور کاهش هورمون‌های جنسی در دوران یائسگی میتونه روی سلامت دهان و دندان تاثیر بذاره. در این حال راهکارهای پیشگیری از بروز این مشکلات و آخرین اطلاعات علمی رو توی این زمینه با هم دیگه قراره مرور کنیم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین و ازتون خواهش میکنم که اگر کسی از اطرافیانتون مشکلات ناشی از یائسگی رو داره حتما توی کامنت ها بنویسین تا ما هم از اطلاعات شما بهره مند بشیم. با افزایش سن در خانم‌ها و ورود به دوران میانسالی، سطح هورمون‌های جنسی مثل استروژن کاهش پیدا میکنه که این مسئله باعث بروز علائم یائسگی میشه. افت سطح هورمون‌های جنسی میتونه روی بافت‌های دهان و دندان اثر بذاره و در نتیجه شخصی که در دوران یائسگی هستش تغییراتی توی بافت‌های دهان و دندانش تجربه میکنه که قبلا تجربه نکرده. من تو این ویدیو قراره که اصلی ترین تغییراتی که در دوران یائسگی میتونه اتفاق بیفته و اثرات مخرب داره رو مرور بکنم. یکی از شایع‌ترین اتفاقاتی که در دوران یائسگی رخ میده خشکی دهان هستش. خانمایی که در دوره یائسگی هستن احساس میکنن دهانشون مدام خشک میشه. دلیلی که این اتفاق میفته اینه که ترشح غده بزاقی تحت تاثیر هورمون‌های جنسی هستش. با کاهش سطح هورمون‌های جنسی هم میزان ترشح بزاق کم میشه، هم کیفیت بزاق تغییر پیدا میکنه. در نتیجه فردی که در دوره یائسگی هستش احساس خشکی دهان میکنه. علائمی که میتونه ما رو مشکوک به خشکی دهان بکنه شامل ترک خوردن زبان هستش، ترک خوردن و خشکی لب‌ها هستش و در این حال چسبیدن دندونا به سطح لب‌ها هستش. باید بگم که شدت خشکی دهان توی افراد مختلف متفاوته، ولی حتی میزان کمی از کاهش بزاق و خشکی دهان میتونه اثرات مخربی روی بافت‌های دهان و دندان بذاره. از اونجا که بزاق نقش محافظتی برای دندون‌ها داره، کاهش میزان بزاق میتونه خطر پوسیدگی‌های دندانی یا بوی بد دهان رو افزایش بده. در این حال تکلم و بل برای شخص سخت میشه و مهمتر از همه کاهش میزان بزاق باعث میشه که محیط دهان مستعد رشد قارچ‌های دهانی بشه و این رشد بیش از حد قارچ‌های دهانی میتونه منجر به بروز ضایعی به نام برفک دهان یا کاندیدازیس بشه. کاندیدازیس به صورت یک قشاهای سفیدی هستش که روی سطح زبان یا گونه‌ها یا انتهای حلق اتفاق میفته و میتونه همراه با سوزش باشه. اگر شما توی محیط دهانتون روی این نواحی که گفتم همچین قشاهایی رو داشتین و به راحتی اینا برداشت نمیشد، حتما باید به دندانپزشک مراجعه بکنید. توی این شرایط با درمانهای ضد قارچی این مشکل رو میشه حلش کرد. اتفاق دیگه ای که در دوران یائسگی میفته تغییر در حس چشایی هستش. خانمایی که تو این مقطع یائسگی هستن احساس میکنن که دهانشون تلخه و یک تهمزه فلزی رو مدام احساس میکنن. حتی بعضیشون عنوان میکنن که غذاهای مورد علاقهشون طعم سابقو نداره. دلیلی که این اتفاق میفته اینه که میزان بزاق و ترکیب بزاق به علت کاهش هورمون‌های جنسی تغییر پیدا کرده و این مسئله روی چشایی اونا تاثیر گذاشته. در این حال همونجوری که عرض کردم ریسک پوسیدگی ها تو این افراد بیشتر امکان داره که پوسیدگی رخ بده و همچنین سرعت پیشرفت پوسیدگی ها هم بیشتر هستش. لذا پیشنهاد میکنم اگر درد دندونی دارین حتما به دندانپزشک مراجعه کنین، مدام تحت نظر باشین که خدای نکرده دچار پوسیدگی شدید نشیم. برای تغییر در حس چشایی هم پیشنهاد میکنم از درمانهایی که منجر به تحریک ترشح بزاق میشه استفاده کنیم. مثلا از آدامس‌های بدون قند استفاده بکنید یا اینکه مدام آب بخورید. در این حال کاهش هورمون‌های جنسی میتونه روی لثه ها هم تاثیر بذاره. لثه ها تو این شرایط نازکتر میشن، مستعدتر میشن به تجمع پلاک و خیلی راحت با یک مسواک زدن عادی خونریزی میکنن و مستعد بیماری‌های لثه میشن. بیماری لثه میتونه منجر به این بشن که تحلیل لثه اتفاق بیفته و ریشه‌های دندون بیشتر از لثه بزنه بیرون و در نتیجه حساسیت‌های دندونی احتمال اینکه بروز بکنه بیشتر میشه. از طرفی یائسگی میتونه روی استخوان فک هم تاثیر بذاره. همونطور که میدونی یائسگی توأم هستش با بیماری پوکی استخوان که این پوکی استخوان میتونه استخوان‌های فکین رو هم درگیر بکنه. وقتی که پوکی استخوان رخ میده تراکم استخوان کم میشه و در نتیجه مقاومت استخوان نسبت به بیماری‌های لثه کم میشه و خیلی راحت شروع میکنه به تحلیل رفتن. وقتی که تحلیل استخوان فک رخ بده دندونا شروع میکنن به لخت شدن که این مسئله همون چیزی بود که من ابتدای ویدیو بهش اشاره کردم که گفتم یائسگی میتونه منجر به از دست رفتن دندونا بشه. عارضه بسیار شایع دیگه ای که تو این دوران میتونه اتفاق بیفته سندرم سوزش دهان هستش. تو این شرایط بدون اینکه روی مخاط دهان شخص عارضه قابل مشاهده وجود داشته باشه فرد یک حس سوزن شدن و سوزش مدامی توی مخاط دهانش حس میکنه.
این عارضه بیشتر لب‌ها رو درگیر میکنه، ولی میتونه روی زبان، کام یا کل دهان وجود داشته باشه. خبر خوب این که این عارضه آسیبی به دندون‌ها وارد نمیکنه و فقط یک حس ناخوشایند هستش که شخص داره تجربه میکنه. برای اینکه این مشکل رو حل بکنین پیشنهاد میشه که آب زیاد بخورین، از خوردن غذاهای ترش اجتناب بکنین، مطلقاً از محصولات حاوی الکل استفاده نکنین، از دخانیات استفاده نکنین و پیشنهاد میکنم که از خمیر دندون‌های حاوی نعنا یا دارچین استفاده نکنین و از خمیر دندون‌های میوه‌ای استفاده بکنین. مسئله بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم راهکارهای کنترل این عوارض هستش. مهمترین کاری که شما باید بکنین کنترل بهداشت دهانتون هستش. حتما باید روزی 2 مرتبه مسواک بزنین، از نخ دندون استفاده بکنید و حتما پیشنهاد میکنم از دهانشویی حاوی فلوراید استفاده کنید. با کنترل بهداشت دهانتون جلوی تشکیل پلاک رو میگیرین و ریسک بروز پوسیدگی ها و التهاب لثه رو کم میکنید. راهکار بعدی مرطوب نگه داشتن مدام دهان هستش. پیشنهاد میکنم که آب زیاد بخورین، حتی یه بطری آب مدام همراهتون باشه و در طول روز جوره آب بخورین. در این حال شما میتونین از آدامس‌ها یا آبنبات‌های حاوی زایلیتون استفاده کنین که این ماده میتونه تحریک کنه ترشح بزاق. من قبلا توی کانالم یک ویدیو ساختم و در خصوص زایلیتول توضیحات کاملی دادم. خواهش میکنم که اگر دوست داشتین اون ویدیو رو که لینکشو بالا میذارم حتما ببینید. اگر این راهکارها جواب نداد، باز شما میتونید از ژل ها یا اسپری های بزاق مصنوعی استفاده کنید که این ژل ها رو میتونید به صورت بدون نسخه از داروخونه ها تهیه بکنید. و در این حال از دهانشویی های آبی الکلی یا نوشیدنی الکلی مطلقاً استفاده نکنید، چون این مواد میتونن منجر به خشکی بیش از حد دهان شما بشه. مسئله بعدی تغذیه مناسب هستش. اون چه شما میخورید میتونه تاثیر مستقیمی روی سلامت دهان و دندان شما بذاره. تو دوران یائسگی برای جلوگیری از پوکی استخوان شما نیاز به مقدار بیشتری از کلسیم و ویتامین دی دارید. لذا پیشنهاد میکنم که حتما تو این دوران لبنیات توی برنامه غذاییتون بگنجونید و اگر نمیتونید لبنیات استفاده کنید، حتما زیر نظر پزشک از مکمل‌های کلسیم یا ویتامین دی استفاده بکنید. در این حال با توجه به وجود خشکی دهان، مصرف شیرینیجات رو کم بکنید، چون شیرینیجات در حضور خشکی دهان میتونه ریسک پوسیدگی رو بالا ببره. مسئله مهم بعدی مراجعه منظم به دندون پزشکتون هستش. با توجه به اینکه ریسک پوسیدگی و بیماری‌های لثه تو این دوران خیلی زیاد هست، شما با مراجعه منظم به دندون پزشکتون میتونید از بروز مشکلات شدید پیشگیری بکنید و جلوی پوسیدگی‌های شدید رو بگیرید. و در کنار مراجعه منظم به دندون پزشکتون شما باید به صورت منظم به متخصص زنان یا متخصص غدد حتما مراجعه داشته باشین تا سلامت عمومی بدنتون تحت نظر باشه. تو بعضی شرایط برای بهبود عوارض یائسگی این متخصصین درمان‌های هورمون تراپی رو پیشنهاد میکنن که این درمان‌ها میتونه به بهبود تراکم استخوانی کمک بکنه و بهبود تراکم استخوانی میتونه به صورت غیر مستقیم روی بهبود شرایط لثه‌ها و استخوان فک شما کمک بکنه. با رعایت همین نکات ساده شما میتونید دندون‌های سالمتری رو در دوران یائسگی داشته باشید. به یاد داشته باشید که پیشگیری همیشه بهتر از درمان هستش و باید بگم که یائسگی فصل جدیدی از زندگی خانم‌ها هستش که هم هستش با تغییرات متعدد. با آگاهی از این تغییرات شما میتونید اثرات منفی این دوران رو به حداقل برسونید. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و من تونسته باشم اطلاعات خوبی رو در اختیارتون بذارم. ازتون خواهش میکنم که کانال من سابسکرایب کنید، حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر اطلاعاتی که تو این ویدیو مطرح شد براتون جالب بود حتما با دوستانتون به اشتراک بذارید. من توی کانالم چند تا ویدیو دیگه هم دارم که در خصوص پیشگیری از مشکلات دهان هستش، از جمله یه ویدیو که آموزش مسواک زدن رو دادم که پیشنهاد میکنم که حتما اون ویدیو رو ببینید. امیدوارم که موفق و پیروز باشین و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم.